سلام. امروز میخوام براتون یک داستان خیلی عجیب و دیوانه‌وار از روز ولنتاین تعریف کنم. این داستان درباره یکی از دوستام احسانه. یه پگ پیتزا که همیشه بدترین تصمیم‌ها رو میگیره، اما بعدش کلی داستان‌های عجیب و غریب داره. احسان همیشه یه جورای گند میزنه توی انتخاباش، ولی باور کنید هیچ کس مثل احسان داستان‌های جذاب و باحال نداره. حالا میخوام براتون بگم که چطور توی روز ولنتاین یه اتفاق عجیب براش افتاد. روز ولنتاین بود و احسان یه شیفت طولانی توی خیابان داشت. گوشیش به شدت کم شارژ بود و با 1% شارژ مجبور شد مسیر آخرین تحویلش رو حفظ کنه. ابتدا به آدرس اشتباهی میره، ولی بعدش به آدرس درست هدایت میشه. حالا که به آدرس درست رسید با لیلا آشنا میشه. احسان یه فرصت اولیه برای شروع صحبت رو از دست داد، اما خیلی زود یه نقشه کشید تا وارد خونه بشه. میخواد از حیاط رد بشه و گوشیش رو شارژ کنه. لیلا هم با یک لبخند سرش رو پایین میندازه و احسانم با کلی خجالت وارد خونه میشه. حالا توی خونه شروع به صحبت کردن میکنن و خیلی زود متوجه میشه که لیلا تنهاست. همسرش بیرون مشغول نوشیدن مشروب بوده و اون تنها توی روز ولنتاین احساس تنهایی میکنه. خب احسان نمیخواست این فرصت رو از دست بده. لیلا به احسان گفت که پیتزا برای دخترشه. احسان هم که فهمید دخترش بالاست، سعی کرد با یک ترفند چند دقیقه با لیلا معاشرت کنه. نگاه‌های هر دو سوالات زیادی رو در ذهنشون ایجاد میکرد، اما خب اونا نمیدونستن چجور باید شروع کنن اون حسی که بینشونه. اونا اسم همدیگر رو پرسیدن و لیلا هم برای اینکه زیاد طولانی نشه این معاشرت صدا زد: حدیث دخترم، سفارش پیتزا رسیده. اسم حدیث برای احسان آشنا بود و فکرش رو به کلی درگیر کرد. حدیث هم از صداهایی که می اومد کنجکاو شد و صحنه را دید. احسان از لیلا خداحافظی کرد و از خونه بیرون رفت. فردای همون روز احسان قصد تماس با لیلا رو داشت، اما هرچی زنگ به لیلا میزد جوابگو نبود. از این اتفاق احسان نگران شد و مسیر زیادی از خیابون رو به تنهایی قدم زد. فکرش همش پیش لیلا بود. احسان برای اینکه از این حال و هوا در بیاد به فکر عشق اول خودش افتاد. بله، حدیث. اما با تماس گرفتن با حدیث هم چیزی دستگیرش نشد و اونم جواب تلفنش رو نداد. احسان واقعا کلافه شده بود و نمیدونست چه اتفاقی افتاده. چرا کسی جوابگو نیست؟ او فکرشو نمی‌کرد که با یه قضیه جدی روبرو شده تا اینکه پیام اومد از طرف حدیث. کاشکی فقط یه خواب بود. احسان ساده از قضیه بویی نبرده بود تا اینکه پیام بعدی اومد و متاسفم برات، مادرم تو رو بلاک کرده. بله، احسان قصه ما بازم دچار اشتباه شد و اونم چه اشتباه بزرگی. پیام داد میشه همه حضوری ببینیم؟ منتظر پیام حدیث شد و حدیث هم جواب داد: لطفاً مزاحم نشو، همه چی بین من و تو تموم شد. احسان در این روز ولنتاین نه تنها شاد نشد، بلکه با اشتباهی که کرد برای همیشه عشق خودشو از دست داد و تنها شد. ممنون از همه شما عزیزان که تا اینجای داستان با ما بودید. جهت حمایت از ما لطفاً پیج را سابسکرایب، پست رو لایک و کامنت فراموش نشه. ممنون از همگی شما عزیزان.